با عرض سلام و سلامتی خدمت تمام شما عزیزان دستن در کار موسیقی افغانستان، از پیشکسوت گرفته جوان تا تجربه کار. امیدوار هستم همگی جور و صحتمند و تندرست بوده باشین. بنده فردین عسکری هستم. همکاران گرامی، هفته ها است که یک موضوعی را با عنوان یادآوری میگین، نظر میگین، پیشنهاد میگین، دلخوری میگین، میخواستم با شما عزیزا شریک بسازم به صورت لایف و یا تصویری. متاسفانه به خاطر گرفتاری های شخصی که داشتم نتانستم، فرصتش ایجاد نشد. همیال یک فرصتک گیرم آمد. به قول خودم خواستم امی صحبت ما با شما بزرگوارا شریک بسازم به صورت ویس. امیدوار هستم صحبت مرا بسیار دوستانه و صمیمانه و همکار دوستانه و مسئولانه در نظر بگیرین در قبال هنر، موسیقی، فرهنگ و هنرمند. دانه که هدف صحبت من هنرمندان تثبیت شده هست، هنرمندانی که کارایشان تاثیرگذار هست، هنرمندانی که کارایشان میتواند و توانسته در گذشته با عنوان الگو، سلیقه، معیار بر جوانها استفاده شود و بر جوانها توشیه‌ای باشه که مسیر نهایتا آدرس گم نکنن و از مسیر خارج نشوند. او کارها باعث شده ما به او آدرس هست صحبتم، به او آدرس ها است که شاید به تعداد 20-40 نفر بیشتر نشوند. این همکاران بزرگوار اینا رو میبینم همه خود گوشه کردن به هر دلیل. مطمئنا مشکلات شخصی، اقتصادی، همه چی تاثیر خود داره. من فکر میکنم امروز موسیقی افغانستان به یک سمت سوی روان است که حتی در حد کوتاه مدت هم باشه به سمت قهقرا داره موسیقی افغانستان میره. نمیدانم شما چی فکر میکنین، با من هم نظر هستین یا نه؟ من اینمی نگرانی رو احساس کرده همین صحبت ها رو بسیار صمیمانه و دوستانه با شما شریک ساختم در قدم اول به عنوان یادآوری. بیاین بزرگوارانی که در موسیقی افغانستان تثبیت شدین، همین مردم، جامعه افغانستان، هنرش، فرهنگش شما را قبول کرد، پذیرفت، برای شما حرمت گذاشت. چی از نظر مادی کم بیش بوده، چی از نظر معنوی شامل حالتان شده. بیاین امروز موسیقی افغانستان در یک شرایط ناگوار مانده در میدان. به قول آقای دریا در یک مصاحبهش میگه موسیقی افغانستان تنها مانده، واقعا هم تنها مانده. بیاین یک مقدار فعالیت کنین، از بی‌انگیزگی دست بکشین، از گوشه‌گیری دست بکشین. بیاین یک مقدار هدفمند، یک مقدار انقلابگونه بیاین کارهایی را تولید کنین که سلیقه و معیار از دست موسیقی افغانستان خارج نشود و خدای نکرده برای ما به چند سال آینده این سلیقه‌ای که امروز ما میبینیم ادامه پیدا کنه. دیگه موسیقی افغانستان با اون شکل غنامندیش که ما دنبالش هستیم یا آدرس میکنیم از قبل یک ذهنیت داریم، دیگه خدای نکرده او را دیگه نداشته باشیم با این شرایطی که پیش میره. امیدوار هستم در همین زمینه اگر حرکت کنین، یک انقلابگونه شانه بتین، یک همفکر شوین، کارهای بسیار هم سلیقه مردم هم سلیقه جامعه و امروز در نظر گرفته بسیار هدفمند با انتخاب کلام ها. من مطمئن هستم شما توانمند هستین چون در گذشته این کار کردین. بیاین در صحنه ظاهر شوین انقلابگونه بدون چشم داشته مادی. حداقل اگر میگین که امروز در مارکت ما مسائل مادی و اقتصادی خراب هست در دنیا و جهان، بیاین به صورت معنوی شانه بتین موسیقی افغانستان، از این تنهایی بکشین موسیقی افغانستان و جوانهایش از این سردرگمی بکشین، از این بی‌سلیقگی بکشین که مسیر آدرس دوباره یک بار دیگه احیا کنین، بر جوانها نشان بتین جوانها از مسیر خارج نشوند. واقعا این صادقانه، صمیمانه و با عنوان یک مسئول بسیار کوچک جامعه هنری موسیقیایی از شما با عنوان یک همکارتان خواهش میکنم که بیاین. واقعا شرایط بسیار اسفناکی هست که اگر رسیدگی نشوه در 4-5 سال آینده تو ادامه پیدا کنه، ایره نمیشه با 20 سال مبارزه هم دوباره این مسیر اصلاح کرد. امیدوار هستم همگی جور و صحتمند و تندرست بوده باشین. یک مقدار خود از بی‌انگیزگی رهایی بتین و از گوشه گرفتن ها رهایی بتین. با تمام کمبودیایی که در زندگی ها وجود داره، چه از نظر اقتصادی و روحی و
مسائل جهانی که وجود داره همه تاثیر گذاشته، بازم میشه آدم اگر یک نیت بکنه، یک هدف گذاری بکنه، انقلاب گونه بیای کنار موسیقی و هنر و فرهنگ موسیقی افغانستان بیسته و مسئولیت و رسالت و دین خود بخواه به صورت دقیق در چنین تنگناهای بسیار اساس ادا کنه، بهترین فرصت هست و شما عزیزا بزرگوارا حتما میتونین در چنین شرایط بسیار مفید واقع شوین. ممنونم از حوصله‌مندیتان. امیدوار هستم صحبت‌های مرا بسیار دوستانه و صمیمی بپذیرید و نگاه کنید بهش. زنده و سلامت باشین همکارا.